دنیا فعلا و برای سالهای متمادی از یک نوع کاغذ خاص استفاده میکنه که به نام همون پول، بانکنوت و اسکناس یاد میشه. اما نظم دنیا همیشه به شکل نبوده. هزاران سال قبل مردم از نوع تجارت بارتر استفاده میکردن یا همان معاملات جنس به جنس. اما به دلیل برابر نبودن ارزش مادی همه اجناس دنیا، باید دنیا سیستم نوی را جاگزین سیستم بارتر میساخت که باعث به وجود آمدن سکه ها شد. سکه ها برای هزاران سال مورد استفاده عام مردم قرار گرفت و پیشتر از طلا و نقره ساخته شده بود. اما سکه ها بعدها به دلیل مشکلات در نقل انتقال جای خود را با پول کاغذی یا من بانکنوت که ما می‌شناسیم دادند. بانکنوت ها تحت اداره قوی حکومت و با پشتوانه طلا و نقره ساخته شده بود و تا فی الحال مورد استفاده عام مردم است. اما واقعیت تا چه وقت؟ سال 2008 یک شخص ناشناس از کشور ژاپن به نام ساتوشی ناکامورا پایه و اساس بزرگترین خطر در مقابل نظام بانکی فعلی که توسط بانک‌های بزرگ کنترل میشه گذاشت. ساتوشی ناکامورا یک شخص مرموز و مغز متفکر پشت صحنه تکنولوژی بیت کوین بود. اما بیت کوین و ارز دیجیتالی چی است و چطور امکان دارد بزرگترین خطر در مقابل نظام بانکی فعلی باشد؟ بیت کوین اولین ارز دیجیتالی از جمله هزاران ارزهای دیجیتالی است که فعلا در دنیا مورد استفاده قرار میگیرد. بزرگترین شاخص و نقطه مشترک در بین همه از ارزهای دیجیتالی نداشتن مرکزیت خاص و یا فاقد بودن از یک مرکز خاص میباشد. تفاوت از پولی که روزانه مورد استفاده قرار میگیرد تحت اداره قوی حکومت توسط ارگانهای مثل بانک است. دومین خاصیتی که تکنولوژی بیت کوین خاص می‌سازد خاصیت غیر قابل هک بودن است، برخلاف نظام بانکی که تاریخچه خوبی در مقابل هکرها ندارد. به دلیل که اطلاعات و دارایی‌های هم افرادی که وارد شبکه میباشند نزد هر فردی که از شبکه استفاده میکنه است. هر فردی که وارد شبکه است یک کاپی از این نسخه را در دست خود دارد و اگر کسی بخواهد تغییر غیر مجاز در نسخه خود وارد کنه به دلیل که دیگر نسخه ها متفاوت از این نسخه میباشد باعث میشه قابل قبول شبکه نباشه و دوباره مسترد شود. و اگر کسی بخواهد که سیستم هک کنه باید همزمان 51% از کامپیوترهایی که وارد شبکه میباشه هک شود که تقریبا کار ناممکن است. اما کدام تکنولوژی است که همه چیزا رو ممکن میسازه؟ تقریبا همه ارزهای دیجیتالی از یک نوع سیستم استفاده میکنن که به نام تکنولوژی بلاکچین یاد میشه. تکنولوژی بلاکچین برای بار اول در دهه‌های 90 اختراع شده بود و عبارت از یک نوع تکنولوژی میباشه که هک کردن و تغییر آوردن غیر قانونی را در یک سیستم تقریبا ناممکن میسازه. اما بلاکچین چی است؟ بلاکچین مجموعه از بلاک‌ها یا مکعب‌هایی است که با هم دیگر به شکل یک زنجیر ارتباط دارند. هر کدام از این بلاک‌ها تمام نقل و انتقالاتی که در شبکه صورت میگیره در خود جای داده. هر کدام از این بلاک‌ها یک نوع رمز خاص دارند که به نام هش یاد میشه و هر بلاک رمز خود و رمز بلاک قبلی خود به شکل زنجیری با هم دیگر انتقال میدن. اگر تغییری در محتوای یکی از بلاک‌ها صورت بگیره باعث میشه تا رمز بلاک تغییر بخوره و به دلیلی که بلاک بعدی رمز درست از بلاک قبلی را داره باعث میشه تا بلاک هک شده مسترد شود و قابل قبول شبکه نباشه. پس برای هک کردن سیستم باید در زمان بسیار کم اکثریت از بلاک‌ها باید هک شود. تقریبا یک کار ناممکن میباشه. همچنین این تکنولوژی به تمام افراد شبکه‌ای اجازه میده تا همه این نقل و انتقالات بتونن تعقیب کنن و بتونن بفهمن که یک ارز دیجیتالی خاص از کدام حساب به کدام حساب در کدام زمان رفته. کی توانایی ما را با خاصیت سوم از ارزهای دیجیتالی آشنا می‌سازد که عبارت از خاصیت نیمه ناشناس بودن است. برای وارد شدن به سیستم شما ابتدا باید یک مقدار بیت کوین و یا یک ارز دیجیتالی را خریداری کنین. کی ارزهای دیجیتالی در اکانت ها و یا حساب شما که به نام والت یاد میشه ذخیره میشه. برای ساختن والت و یا باز کردن حساب شما فقط به یک گوشی همراه و به اینترنت ضرورت دارین و هر والت دارای یک کد مخصوص میباشه که فقط شما این کد باید بدونین. و برای باز کردن حساب شما نه به آیدی ضرورت دارین و نه به شناسنامه. پس همه که میتونه به شکل کاملا مرموز یک اکانت و یک والت ایجاد کنه بدون شریک ساختن هیچ نوع معلومات شخصی. پس در مجموع ارزهای دیجیتالی چیز خوب است، درست؟ اما برای تصمیم گرفتن فعلا وقت زیاد است. هر چیز خوب در دنیا باید قیمت حاصل میشه. باید چیزی را از دست بدید تا چیزی را به دست بیارید. نقل انتقالات در ارزهای دیجیتالی باید توسط کامپیوترهای پیشرفته به اثبات برسه و صحت این نقل انتقالات باید توسط کامپیوترها مورد قبول قرار بگیره. این پروسه را به نام پروسه ماینینگ یاد میکنن. طوری که کامپیوترهای پیشرفته دنیا بین همدیگر رقابت میکنن تا اولین کامپیوتر باشند که کد و یا هش یک بلاک را از سیستم بلاکچین دریافت کنند. اولین کامپیوتری که هش درست یک بلاک را از سیستم بلاکچین دریافت کنه برنده یک مقدار بیت کوین میشه و در نتیجه این پروسه تمام نقل انتقالات این بلاک مورد قبول قرار میگیره. اما متاسفانه این پروسه انرژی زیاد را مورد مصرف قرار میده، چرا کامپیوترهای بسیار قوی همزمان با هم دیگر فعالیت میکنند تا هش درست یک بلاک حدس بزنند. اگر میزان مصرف این انرژی در نظر بگیریم تقریبا برابر با کشور پاکستان، سایبریا و یا ایالت آلاسکای آمریکا میباشه.
پس به خاطر به رساندن یک بلاک از بلاکچین باید مقدار انرژی بسیار زیاد مصرف شود که خطرات قابل توجهی برای محیط زیست و اقلیم دارد. مشکل دیگه یک صدرای ارزهای دیجیتالی است. استفاده برای انجام دادن جرایم میباشد. چنانچه همونطور گفتیم تکنولوژی بلاکچین برای شما اجازه میده تا بدون شریک ساختن هیچ نوع معلومات شخصی وارد سیستم شوین و از هر قسمت دنیا که بخواین پول و یا یک مقدار بیت کوین دریافت کنید. امروزه در دنیا ارزهای مختلف دیجیتالی وجود داره که شما میتونید استفاده کنید. از آن جمله مشهورترین بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و دوج کوین میباشه. تکنولوژی ارزهای دیجیتالی تا فعلا هم یک پدیده نو میباشه و فقط زمان گفته میتونه که آینده ارزهای دیجیتالی چی خواهد بود.